محفل نامزدی عجیب و غیر قابل باور زهرا الهام با جمال مبارز در کشور استرالیا. زهرا الهام چرا خواست با جمال مبارز نامزد شود؟ افشای حقایق و رازهای و دور از تصور درباره زندگی زهرا الهام و توبه کردن زهرا الهام از هنر موسیقی. آیا خبر حقیقت داشته است و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای محتوای بیشتر از کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان و از جمله دختران با استعدادی بود که توانست در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع مقام اول رازان خود کند. زهرا الهام عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان به پیش بود و اصالتا هزاره می باشد، ولی بزرگ شده کشور پاکستان است. شوق و علاقه فراوانی که داشت از کشور پاکستان برای اشتراک به برنامه ستاره افغان به کابل برگشت و توانست در این پروسه رقابتی اولین دختر خانمی باشد که مقام اول را از آن خود کند. بعد از ختم برنامه ستاره افغان، زهرا الهام بارها توسط آریان سعید و دیگر هنرمندان افغان تشویق شد. بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان مانند هزاران افغان دیگر، زهرا الهام هم رخت مهاجرت به کشور استرالیا بست. در آن کشور به کارهای هنر موسیقیش می پرداخت، کنسرت‌های برگزار می کرد و آهنگ‌های دوگانه‌ای می سرود. تازه تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با جمال مبارز، هنرمند جوان افغان در کشور استرالیا نامزد شده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، اما جمال مبارز در کشور استرالیا زندگی می کند. وی کارهای هنر موسیقیش را در آن کشور هم به پیش میبرد. اگر این خبر حقیقت داشته باشد، من زندگی خوش و آرامی برای این هنرمندان با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله هزار تمنا دارم. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای محتوای بیشتر از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما نازنینان را بر لای من امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.